70 تا برگه مونده. فقط 70 تا. بزن بریم. تازه یادم اومده باید کل کارنامه هم بنویسم. یعنی 80 تا برگه است، 80 تا کارنامه هم باید بنویسم. خود رحم کن. What? من چی کم گذاشتم آخه؟ این دیگه بچه‌ها نمره نمیخواد. نگین چرا نمره نمیدی. این دعا میخواد. نمره نمیخواد. این دختر همیشه عالیه و هیچ وقت منو ناامید نمیکنه. واقعا حس میکنم تمام خستگیام از بین میره وقتی نمرش رو میبینم. همین دلش پاکه. معلم قاتل که نیستیم. دلم نمیاد نمره کم بدم. قبلا کارنامه ها رو همینطوری میدادم به بچه ها، ولی الان یه ایده دیگه براشون دارم. من هیچ موقع کارنامه‌امو به بچه‌ها همینطوری تک نمیدم. همیشه یه شکلات چیزی کنارشون میذارم که از گرفتن کارنامه‌شون خوشحال بشن. این ایده بوده که جدیداً برای این ترم به ذهنم رسیده و حس میکنم خیلی میتونه برای بچه‌ها جالب تر باشه تا تحویل گرفتن کارنامه خام و ساده این شکلی. میدونم درکش سخته، اونی که معلم نباشه، ولی اینم عشقه. خیلی دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی، خدافظ.